کسی را دوست داشتیم بگو که ای انسان من تو را دوست می‌دارم. آگاهش کرد که تا که همه آدم چیکار کنه، همه آدم اطمینان پیدا کنه که همه آدم دوستی من. با تو همیشه چیکار کنه، در جای در کاشی تکیه کنه که این دوستی من یادم. برای این دوستی از برای خدا برادران یک دوستی هست که پاینده ای. این با شرایطی ما کار نداره. من مالدارم، بی پولم، ببین آبرو دارم، بی آبرویم، بچه کیم، کسی هستم نیستم. دیگر این دوستی از برای خدا اینجا در با این کارو یگان وابستگی نداره. سلام علیکم برادران، برای شما یک خبر خوش دارم. حجامه بی پل بسیار شما اسپید نکرده میتونه که بیاید درش دوام میته مدت یک ماه. همچنین در ما از سایت دخیای ای دبی اومگی گارانتی خط یک هفته در لباسا میشینه. اینجا بسیار نمو داروهای گیاهی هستند. هستای برای پوچکی، یعنی برای گرده ها، سیسید اونیریز هستای، پراستاتید هستای، همچنین ژنسکی زراوی برای پامیت، شیتاویتکا هستای، داولینی نورم هستای برای آدمایی که دل شدار میکنن، داروی سرس هستای، میناکسیدیل هستای برادران برای ریش و موی سر، همچنین برادران صمیموند برای بزباله شوی. دوستی ها را دیدیم که اون میگه جناب نیشاپوری گفت که آخی دوستان سه نوع انگر بدانی که نانیان زبان. ببین آدمی مؤمن باشه دوستی کن، غیر مؤمن قطعی معامله بکن، دادگیری بکن. یکی دوستی چیزی دیگره، معامله چیزی دیگره. برای میگه بسیار صحبت خوبه به در جانب حضرت که اگر ما برادر دیگر را به خاطر خدا دوست بداریم، الله را چی گفت؟ وجبت محبتی، لازم شد بر من. الله میگه که من تو را دوست بدارم. شما محبای خدا، دوستدارهای خدایین وقتی که به خاطر خدا یک کس را دوست می‌دارید. بسیار مهمه برادر عزیز. دوستای از برای خدا و دوستای هستند که گفتم که اینها شرایط امکانیت نگاه نمیکنن. در همه دور زمان بگیم در پهلوی تا همچنان همین شخصی را که دادر امام محمد رسول کرده است، همچنان ایران گفت از برای آنهایی که به خاطر من میشینند دوستشان میدارم. ولی همین جنم برای کی؟ همین برای چی هست؟ میگه همین نشستی ما آیا به خاطر خدا نیست؟ بله به همون خاطره. اینجا یکون مصلحت پیشکی نبود. اینجا ما دعوت نکنیم بیم بچه ها همینجا یک پرابلم یک برادر حلش کنیم. هیچ همین آمدیم که سری در سرخان این برادر در بشینیم، ای آب و نانش که گفتیم بهتری عمل از اینو استعمال کنیم و آفریدگار همه این نعمت ها را یاد کنیم. مادام همه گپ کار ما از برای او که باشد، الله میگه دوستان میدارم. الله دوستت بداره برادر عزیز. عید دیگر نعمت بالا چیه؟